درود. اینجا اداره روزنامه جوانان تاجیکستان است. من سیاره قیام‌الدین هستم و شما را با محتوای نشر نو روزنامه آشنا می‌کنم. پرزیدنت جوانان و علم معاصر کنفرانسی که فعالیت جوانان را در روز جوانان بررسی نمود. مطلب مذکور مواد مرکزی شماره 9 روزنامه جوانان تاجیکستان بوده. بابت کنفرانس علمی که بخشیده بر روز جوانان 23 می در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا برگزار کردید قصه میکند. اگر دانستن میخواهید که جوانان کشور در سال اخیر به چه نتیجه های علمی سزاوار شدند، پس مطلب زیرین را میتوانید مطالعه نمایید. دنیا پر از جوانی است. در این مطلب مؤلف شکوه و شهامت برنامه فرهنگی عید جوانان را که 23 می در نزد تئاتر اپرا و بالت دایر گردید به طور مفصل تصویر نموده است. چاره‌بینی مذکور باز دارای کدام نوگانی ها بود، مطالعه مطلب مذکور به این سوال شما پاسخ خواهد گفت. قول و عمل یا وقت گریزه را در وطن با آغوش گرم استقبال می‌گیرند. این از موادهای دیگری خواندنی بابی شماره 9 روزنامه می باشد که مؤلف به وطن برگردانیدن 104 شهروند تاجیکستان را از دولت‌های ناآرام که با تشبث بی‌واسطه راهبری دولت صورت گرفته بود تحلیل منصفانه نموده است. تشکل سیاست دولتی جوانان یا دستاوردی که استقلال به جوانان داد. این مواد بابت تشکل سیاست جوانان فعالیت نظررس این قشر تاثیرگذار جامعه قصه می‌کند که سر زدن به این مطلب از منفیت خالی نخواهد بود. کودکان و پول. اگر دانستن می‌خواهید که کودک خود را از جهت روانی چگونه تربیت نمایید و مناسبتشان را به پول شکل دهید، پس مطلب مذکور حتما کمکتان خواهد کرد. آموزش اصول از یوز و یا چگونه کوبی براینت محبوب گردید. صحیفه ورزشی روزنامه درباره فعالیت ورزشی، مرگ برمحل و ثروت هنگفت حماسه عالمی بسکتبال کوبی براینت تهیه گردیده است که مطالعه این مواد را به دوستداران ورزش حتما توصیه می‌دهیم. زیرا آن به شما می‌تواند چگونه موفق شدن را در جاده فعالیت آموزاند. لایقی که هنرش لایق تحسین هاست، مصاحبه خبرنگار روزنامه با سراینده معنی سرا لایق خالف بوده. مؤلف و مصاحب صحبت جالبی را انجام دادند که آن از شهرت ناگهانی، اسرار نام سراینده و نقشه های منبعده سراینده جوان لایق خالف معلومات می‌دهد. سر زدن به این مطلب را از خاطر نبرارید. و نهایتاً مطالعه حکایه جالب و خواندنی کاتب مسئول روزنامه بهروز خان مرادوف را برای تمام عاشقان و دلدادگان توصیه می‌دهیم. حکایه عنوان گرفته ثمر عشق اول و آن بابت وفاداری و دوستداری و پاس داشتن محبت حقیقی قصه می‌کند. چنین بودند مطالبی که در نشر نو روزنامه جوانان تاجیکستان جای دارند. نشر منبعده ما را منتظر باشید. همچنین می‌توانید ما را در یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام نیز پیگیری نمایید. خوش باشید.